بالاخره تاریخ عروسی عالیه انصاری با حسام فرزان فاش شد. رازهای عجیب و ناگفته زندگی عالیه انصاری با حسام فرزان و داستان عاشقی این دو. عالیه انصاری در کدام کشور است؟ فرزندان عالیه انصاری نزدیکی است؟ آهنگهای عجیب و دوگانه عالیه انصاری با حسام فرزان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. عالیه انصاری هنرمند جوان، موفق، خوش صدا و ناماشنا در هنر موسیقی افغانستان است و شهرت و محبوبیت خاصی دارد. عالیه انصاری در یک خانواده هنری دیده و جهان گشوده است. وی به کارهای هنر آوازخوانی‌اش بعد از آن که از همسرش جدا شد پرداخت. عاشقانه آهنگ می سراید و دل میلیون‌ها علاقمندش را از آن خود کرده است. آهنگ‌های دوگانه عالیه انصاری با حسام فرزان و شهرت و محبوبیت این هنرمند افزوده است. عالیه انصاری مدت می شود که کاملا کارهای هنریش عاشقانه بوده است. گفتگوهای فراوانی وجود داشت که عالیه انصاری با حسام فرزان در رابطه عاشقانه است، ولی این دو در تمامی مصاحبه‌های تلویزیونیشان از این حقیقت انکار کردند. ولی جدیداً دوستان عالیه انصاری افشا کرد که قرار است عالیه انصاری با حسام فرزان تا یک ماه دیگر ازدواج کند. حسام فرزان در کشور کانادا زندگی می کند و مصروف ادامه تحصیلاتش است، ولی علاقه‌ای که به هنر موسیقی دارد و کارهای آوازخوانی‌اش هم می پردازد. ما آرزوی خوشبختی و سعادت برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این هنرمندان با استعداد و موفق کشور خود خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران عالیه انصاری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر، بدرود.